سلام روز به پایان به شما بینندگان کانال یوسف جان امینوف در یوتیوب. همین خیلی که با شما قبلا وعده داده بودم، یعنی در پست‌های خود در فیسبوک و ارنکلاسنیک نوشته بودم که در روزهای نزدیک حتما من نواری تشریف آوردن روحانی معروف و محبوبی نه فقط تاجیکان، تمام فارزبانای جهان حاجی میرزا رو که تشریف آورده بودن به الماتا در کانال خواهم گذاشت و شما حتما از آن ویدیو دیدن خواهید کرد. حالا فرصت رسیده است که من این ویدیو رو آماده کردم و بخواهم در کانال یوتیوب خودم گذارم و از شما دوستان و رفیقانی که در این کانال حالا یعنی مشاهده کرده ایستادید این نوار را خواهش میکنم در این کانال یعنی در زیر لایک مانده و یعنی подписаться یعنی ابونه شوید تا اینکه ما توانیم و بررسی کنیم که ببینیم چقدر هوادار دارد این شبکه این کانال و این گونه ویدیوها و در آینده نیز یعنی ویدیوهای دیگر را آماده کرده در این شبکه یوتیوبی کانال یوسف جان امینوف گذاریم. از همه شما که ابونه شده و کلاس رو فراموش نکرده تشکر میگویم و مطمئنم که با دستگیری شما یعنی بینندگان عزیز و گرامی ما روز به روز یعنی پیشرفت خواهیم کرد و در آینده باز با ویدیوهای بهتر و خوبتر و یعنی خیلی منفعت دارتر برای ملت تاجیک در خدمت خواهیم بود. سلامت باشید. امروز اینا حاجی میرزا در مهمانی تاجیکان الماتا با مناسبتی یعنی 40مین روز یادبودی پسری اکای حکمت الله و علیکم السلام. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استادان محترم، مهمانان عزتمند، برادران نهایت عالی قدر و مهربان، براستی در حضور استادان عالی قدر سخن گفتن برای من آنقدر آسان نیست، لکن انشاءالله با کمک الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاه والسلام على من يسمى في السماء باحمد وفي الارض بابي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه الى الابد. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. از نام حضار محترم، از نام داملوها، از نام قربا، از نام حجاج، از نام عزیزان و مهمانانی که امروز به خاطر اظهار همدردی و این محفل خیر قلم رجع فرمودند، برادر بسیار عزیز گرامی‌ام رئیس تاج حکمت‌الله را از صمیم قلب عرض تسلیت براش اظهار می‌کنیم و از خداوند متعال برای حاجی، برای اهل خاندانش، برای پیونداش صبر جمیل و جبر عزیز را البته که طلب داریم. واقعا همین آمدن ما و شما به همین محفل در غم و درد برادر شرکت کردن است. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند تری المؤمنین فی تراحمهم و توادیهم و تعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا منه تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. مسلمانان در مهر و محبت به همدیگر، در مهربانی، در قدر همدیگر شناختن مثل اعضای یک جسم می‌مانند که اگر قسمی از اعضا به درد آید ببینید که تمام اعضای بدن به او هم‌آواز می‌شوند، تب آدم بدن
می شود. آدم دیگه خواب و خوراک فراموش میکنه. ولی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضو بدن دارد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تا کس محنت دیگران بکنی، نشاید که نامت میهن آورد. واقعا از نام همه شما باز یک بار دیگر با بابای مجید اظهار تسلیت بیان میکنم و از درگاه خداوند حنان و منان مسئلت او را دارم که همین دوستی و محبت و اتفاقی بین فرزندان وطن ما همیشگی باشد و قدر همدیگر برسیم، همدیگر را احترام کنیم، سعی کنیم که همدیگر را دستگیر باشیم. باور کنید تمام مردم تاجیکستان با خدا قسم و قسم خاموشی میکنم نسبت شما یک حسن تفاهم دارند، توجه دارند. شاید در تاجیکستان روحانی نباشد، پدر و مادری نباشد که در حق مهاجرات دعا نکند. دعای خیر، دعای دولت. آبروی شما آبروی ما است، عزت شما عزت ما است، سربلندی شما سربلندی ما است. همیشه سعی کنیم که با هم دوست رفیق باشیم. اگر با دوست باشیم و همدیگر اتفاق داشته باشیم، بین ما اگر هوابازی و محلبازی نباشد، باور کنید دیگر مردم ما را احترام میکنند، ما را دوست میدارند و خلق را میرسند. اما اگر خدای نکرده نااتفاقی بین ما باشد و همدیگر سوز نگیریم، کی دیگه با شما را پسند میکند؟ یا مباشر سال گذشته در مسئولی اخبار آمد یک خبر فهم کردم که یک خوجی، یک دواری در مسکو 800,000 روبل یافته است که مال یک کمپیوتر است، کمپیوتر روس. همون را بودن مسئولی مشبر گردون در تمام مسئولی اخبار روسیه در بارش صحبت رفت سیپاریشش کردن. حتی گمان میتون در اون اسکریس دیگه که سلامه برون در باره همون صحبت چی. همون آبروی ما شد تاجیکان اگر ندارد. و خدا قسم در تاجیکستان رو افتخار کردیم که الحمدلله تاجیکان خمناک رفتی زدی آتش به جانی دوست دارم شکلی پا آمدی پاک رفتی گر بمیرم در غریبی تاجیکستانم بره گر بمیرم در غریبی تاجیکستانم بره با دعای خیر با یاد قرآنم بره با دعای خیر با یاد قرآنم بره کرده از خاطر پرشانم غریبی سالها بعد مرگم سوی خشانی پریشانم بره من برای صفات و پاره اینان آمدم سوی اهل خان با پاره اینان بره یا بخطان یا حسار یا بدخشان یا کسون در غریبی سخت رنجی جسم و جانم ارتباط بعد مرگم کنج خاکی تاجیکستانم بره
صل وزد وبارك على رسول الله وآل الله على رسول الله وآله عاقبت خواب شود حسن جمالی من تو عاقبت خواب شود حسن جمالی من تو خوب و بد می‌گذرد وای محالی من تو قرعه امروز بنامی ولی فردا دیگر است می‌خورد تیری اجل بر پر و بالی من و تو اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب چنان کن که سرانجام کار تو خوشنود باشه و ما رستگار نه آن کن که فردا به محشر تو غضبناک باشه و ما شرمسار یا رب زیدن تو آنچه منی گدا میخواهم افزون ز هزار پادشاه میخواهم هر کسی در تو یا رب هر کسی در تو حاجت میخواهد من آمدم از تو را میخواهم الهی عزیزم بر عصیانت لطف و احسان کن ثواب نامه ها را شستشو در بحر غفران کن مکن شرمنده روزی جزا این خاک عاصی را ز فضل خود بر این اهل خجالت صدر عصیان کن و پیمانه گنه نبود و جز لطفی تو دارویی حکیمی حاذقی بر درد هر درمان و درمان کن با وقتی جان گرفتن دل ملعون هم نمی‌آرد سلامت بندگان را از غریبی شر شیطان کن الهی جنونی را ثواب و جمع مشتاق میانی عاشقان مست لقا در صف جنت کن اللهم صل وسلم
صدقه با عمر ما بهوده دنیا گذشت. صدقه با عمر ما بهوده در دنیا گذشت. بی نماز و روزه و بی ذکر و بی پروا گذشت. توشه‌ای پیدا نکردیم از برای آخرت. توشه‌ای پیدا نکردیم از برای آخرت. عمر ما چون سیل باران گویا در صحرا گذشت. برادران عزیز مهربانان عزتمند، از همه شما از بحر خدا خواهش می‌کنم کم در خاموشی روایت کنید. اینک برادر عزیز سخن نوبتی ما با استاد ما، استاد سخن، با استادی که تمام ما شما الحمدلله با اون کس به محبت زیاد داریم که حاجم داده بشه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق الغايات، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. المؤمنون روی بسوی احد کنید. امروز فکری توشه خوابی لحد کنید. فردا مگو که پیک اجل میرسد شتاب، این دم غنیمت است فدای سمعت کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضور محترم برادران بسیار عزیز و گرامی، برادرمون حاجی حمدالله که امروز برادران عزیز الله مهربان که این مصیبت رو بر بالش آوردن یا امتحان از جانب الله مهربان بر بالای ایشان آمده است. از خدای بسیار بسیار مهربان، از الله که بی مثل است، بی مانند است، از خداوندی که به او مادر و پدر و فرزند نسبت داده نمی شود، از اللهی که نیاز ندارد، مصلحتچی ندارد، از خداوندی که تمام توانایی‌ها و قدرت‌ها اگر جمع شوند با قدرت الله مهربان برابر شدن می‌توانند، از خداوندی که بسیار بسیار مهربان و بی نهایت پوزش پذیر است خواهان ما هستیم که الله مهربان برادر ما حاجی حکمت‌الله در این لحظه های حقیقتا خیلی دشوار و سخت از نعمت صبر برخوردارش گرداند و آن اجرها و آن ثواب‌های رو که در نسبت رضا بودن
در نسبت از جانب الله دیدن این حال وجود دارد. خدا در نامه اعمالشان نویسنده گرداند و این دادرای ما را هر دوشان الله مهربان رحمت و مغفرت کند. لغزش‌ها و کمبودی‌ها و خطاهایی که در حیات کرده باشند با فضل کرمش خدای مهربان مغفرت کند و همه شما را خدای مهربان هر جا که باشین در پناه رحمت و قسمتش نگهبان باشد. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز و گرامی، من می‌خواستم یک حدیثی را از پیامبر نازنینمان در این لحظه‌های بسیار بسیار موافق و مناسب که خداوند این لحظه را برای ما و شما آورد و این امکانیت که برای ما و شما داده است از این لحظه ها استفاده بوده و خداوند را دعا کنیم که خدا این امکانیت ها را برای ما زیاد بیارد تا از قال الله و قال رسول الله زیاد شنویم تا معنویات ما زیاد گردد، ایمان های ما قوی گردد. برادران، پیش از آنی که من این حدیث را برای شما معنا کنم، یک سخن امام غزالی به یادم آمد. حضرت میگوید اگر خدای مهربان کدام بنده را که دوست و بد ببیند، سه چیز بر او میتید و سه چیز دیگر را از او میگیرد. برادران، وقتی آدم کلمه بد را میبیند، خداوند بد ببیند، این بسیار یک حالت هلاکت و فلاکت برای بنده است که وقتی خدا را بد ببیند. امام غزالی میگه یک نشانه آدمی که خداوند او را بد ببیند این است که در همین گونه محفلی که ما داریم حضور دارد و بجز خوردن از شنیدن چیز بهره نمیگیرد. حقیقتا شکمش سیر میکند از خوردنی. البته مقصد یکون شکایت ندارد، لیکن از اینجا بلند شده و رفتنش یک نشانش همیده که هیچ چیزی برخوردار نمیشه. اشتراک بود ولی برداشت از این مجلس در او هیچ چیزی نرسید. یک نشانه بد دیدن الله بنده را برادران عزیز همین است. دیگر نشانش همین است که انسان پایبند عمل میکند لیکن در همون عمل اخلاص ندارد. زیرا برادران عزیز عمل را مکمل میکردگی و نزد خداوند قبول شدگی عمل هست که از روی اخلاص باشه و خاص به خاطر خدا باشه. بنده بددیده همین است، انجام میتید لیکن اخلاص ندارد. سیوم نشانش این است که صاحب علم میشود، درک میشود لیکن در علم عمل ندارد. زیله‌ها برادران عزیز و گرامی، من میخواستم که در این لحظه هایی که شما حضور دارید این صحبت هایی را که حضرت داملا در ابتدا کردند، صحبتی را که الان ما انجام میدیم حرکت کنیم برادران که از این لحظه ها استفاده داریم. این لحظه ها غنیمت است. من همین گفتی عادی کنیم اگر زود نداره 20-25 دقیقه صحبت میکنیم برای خاتمه میکنیم، لیکن من که انشاءالله از خدا امید دارم که برای آنچه رسانیدم نزد خداوند مسئولیت از من بالا میشود، یکی وقتی شما اهمیت دادید نمید گناهکار میشید. من به خاطر اون نمیگم که شما مرا گوش کنید، این من برای خاطر در دوام هر جایی که باشید، زیرا گوش کردن امر به معروف برادران عزیز این هم واجبه. دیدید که شما وقتی مسجد می‌روید امام خطیب وقتی امر معروف دارد شما حق تحیه مسجد خوندن ندارید، زیرا حکمش واجب است، این حکمش مستحب است.
زندهات برادران عزیز و گرامی، اما ابوبکر و راقیه بیچاره هم که محفل دریا کرده بود است. صحبت میکنه یک کسی با تلفن بازی داره، رنگی بازی را میبینم. یک کس بیچاره میشود در فکر همین بسترک خراب ما بیار، یک کس فلان دیگر، هر کی هرچی اهمیت ندادن. این دوستی خدا میگه ایجاش بلند شد، همین قندیلی که در پیش ما کشوله در همون محفل آمده است. بعد طرف این قندیل نگاه کرد، طرف این ایستاد نگاه کرد، بعد به همون راجعت کرد. گفت مقصد چگونه که تو میسوزی، وای اگر الله شما را تبید از جوشی را تبیده شده میشه، لیکن ما در روشنی میترد میسوزد در روشنی میترد. چگونه که گفت تو میسوزی منم میسوزم. چگونه تو میخواهی که برای مردم روشنی که منم مقصدم همین است که این مردم چگونه پیامبر نازنین حریص بود که از راههای بد گردند، در راههای درست اینها قدم زنند. منم حریصم که همین مردم قال الله قال رسول الله مرا گوش کنند. لیکن چی کنیم که مردم نه به زحمت تو میرسند نه به زحمت من. میگه وقتی همین سخن ابوبکر و راقی به همون قندیل گفت، میگه همین قندیل، میگه همین ریوس رو میگه پاره شد، میگه افتی میگه در زمین مثل که ترکی. مولوی جنونی همه را کیسه شده در معدن بالش میبرن. برای چی میگه؟ میگه به خاطر آنکه سخن اهل خود چه یافت. وقتی سخن اهل خود چه یافت، سخن در اهل سخن تحصیل کرد. لیکن وقتی که نفرهایی که اهل سخن نیستند، عزیزان خدا باید بسیار اشاره کردن. از آن جمله کمال خودجندی از خود ما برادران اشاره میکنند. پیش نااهلان چه حاصل ذکر پردان کمال، دانه گوهر چه ریزی مرغ ارزن خوار را. از کمال دیگر چی قدر دقت میدی، چی قدر رنج میکشی. اینها مرغ‌های هستند که او ارزن میخواهند. نخواه نزد این حالت مقصد زر پردوه، نخواه نزد این حالت تیلا پردوه. اینا همون ارزن خورن، یا رو میتونم ارزن شما خورن. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را میگفت هیچ سیقل نکو نتواند کرد آهن را که بدگوهر باشد. چون بود اصل جوهر قابیل تربیت را در او اثر باشد. سگ به دریای هفتگانه بشد چون که تر شد علیمتر باشد. خر عیسی گر برش کمک گرچه باید هنوز خر باشد. آخرانی سخن نکو دانند زاده خر همیشه خر باشد. برادران عزیز و گرامی، اشاره من بر این است که پند و نصیحت قرآن می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. صدق الله العظیم. الله میگه و من احسن قولا ممن دعا الی الله. الله میگه وقتی میبینید یک کسی را که از نام من شما را دعوت دارد، از او در بهتر سخن ای بندگان من دیگر نیست. میگه الله نیست. بهترین سخن الله میگه همان سخنی است که وقتی از نام من شما را با بندگی دعوت میکنم. این بهترین سخن است. از این لحاظ برادران عزیز، بسیار دانشمندان شما میگفتند همچنان شدن ما زنده و آب است و هوا.
اصلا همین سرمایه عمر آدم برادر از دو چیز عبارت است. یکی نفس، یکی آب. بی آب و بی نفس ما برادر عزیز و این حیات وجود ندارد. می‌میریم تمام. عزیزی خدا به این چی نسبت دیده با همچنان چون ما زنده و آب است و هوا، سخن خوب دل مردم را همان آب و هواست. انا شنیدنی ها برادر عزیز رنگ مثل آب و مثل هوا برای ما مهم و ضرور. خدا برکت یا برادرایی را که در این گونه محفل‌ها دست‌رازی میکنند، تشکیل میکنند که نفر آمده مردم هم نصیحت کنند برادر عزیز. و شاعران میگن کار هر روز نیست که من گفتم، این کار هر کس هم کردن میتوان. خوش به حال یا کسان برادر عزیز، من چند سالی که در همین منبر بودم، اگر گوش کرده باشید درباره همین احترام علما مقصد موضوع نداشتم، یکان موضوع مخصوص نکردم به خاطر گمان بد همین مردم که وقتی یک علیم اگر چند که از قرآن از حدیث هم درباره عزت و احترام عالی وقتی صحبت می‌رود، بعضی ها گمانشون همین که اینها با قدر قیمت خودشون بلند کردند. لیکن برادران عزیز، من برای خوشامدگویی نمیگویم، توی مذاکره نگفتیم کسی خوشامد. لیکن پیامبر نازنین ما حدیث داره ان الله یحب ان یرا اثر نعمت علی عبده. خدا میگه دوست می‌دارم اثر نعمت در بندم ببینم. دوست می‌دارم اثر نعمت در بندم ببینم. کسی را بی پول بود امروز جیبکش را بکن کم. اثرش دوست می‌دارم در بند اثرش چیه؟ مردم تعامتی مسکین ها را دستشون میگیری، هر یک کارهای خرد مبلغات را صرف میکنی. از آن جمله این گونه محفل را که برای مردم سخن خدا را رسانند، وقتی مبلغ گذاری میکنی خدا میگه همین اثر نعمت ما در بندم دوست می‌دارم. دوست می‌دارم که مبلغ‌های دادگی در همین راه صرف شد. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، در این گونه محفل‌ها، در این گونه نشست‌ها لحظه‌ها را بسیار غنیمت کنید. زیرا که همین خیلی نشست‌ها در همین شهر المکان نادره. خدا دانای مقصد بماهای بساطهای باری موفق می شود یا نمی شود. انشاءالله که من مقصد حضور خود مانه و این اینجا در الحمد کاریهای زیبا و دامراهای خود در بین شما هست. ولی این لحظه که حاضر هستید اینها را غنیمت دانید و آن چیزی که از اینجا بشنوید برادران عزیز از این استفاده کنید. میاییم به سر حدیثی که من خواستم برای شما معنا کنم. اولا برادران عزیز، باز هم همدردی خود من از نام خودم، از نام حضرت بابایی که همراه ما رحیم اینجا مادرمان خالدی شد، خالی حمودی که هم سفرهای ما همدردی ما و برادرمان حاجی مطلع و از نام همه شما دوستان و نزدیکا و همشهری‌ها و برادر حاجی مطلع تعزیه بیان می‌کنیم و همه کسایی انشاءالله دعا گوییم که خدا این دادرای ما را رحمت و مغفرت کند و قبرشان را در روضه از روضه‌های جنت مقدر کند. برادران، جناب امام بخاری میگه من یرید الله به خیرا یصیب به. شما ببینید پیامبر چی میگه؟ خدا بر کلامی از شما اگر خیر بخواهد بالا مصیبت میاد. این برادر عزیز، مصیبت بالای ما آمدن، مشکلات بالای ما آمدن معنای این ندارد که یکان قهر خدا هست یا غضب خدا هست. بلکه پیامبر گرامی میگه وقتی الله در راست تو نیکی را اراده کرد، خیر خواست بالای یک مصیبت میاد. ببینید پیامبر نازنین میگه اذا اراد الله بعبده خیرا
حضرت انس روایت میکنه حدیث امام ترمذی اسناد حسن روایت اذا اراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا واذا اراد الله بعبده شرا امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه. پیامبر میگه هر گاهی که بر کدام بنده خدا اگر یکی خواهد که ثواب زیاد بیاد اجر زیاد بیاد باراش عقوبت بیاره باراش عجل به بندوی بخشیدها باراش یک سختی و یک مشکلات یا مصیبت بیاره و هر گاهی که اگر بر کدام بنده بدی خواهد الله میگه در همون گناه تلاش میکند با همون انجام دادن گناه دنیا را محدود نگاه می‌کند. ولی در قصه ها حضرت موسی میگه و پیش یک نفر گذشت یک درنده میگه تمام اعضاش در مونده همه اعضا کندگی پیشوا بر همه خون آلود دیگر هری که میگه در همین بنده جای آباد نمونده و بسیار یک حالت ناگوار در همین بنده قرار دارد. حضرت موسی میگه به پروردگار مراجعه کرد خداوند بگو این چه ها بس که بالای من آوردی آخه این بنده را من میدانم اینقدر بنده ذاکر بود اینقدر بنده شکرگزار بود یک بنده بود که فرق میکرد از دیگرها خدایا این چه حکمت است میگه از الله مهربان به موسی ندا آمد گفت موسی این بنده گفت از من یک مقام را خواست یک مرتبه را خواست که اگر با همین مصیبت باراش نمی‌آوردم و همون مقامش نمی‌رسید. یعنی این طلب بنده من که مقامی بلند بود منزلتی بلند بود نزد من نزدیک شدن می بود اگر همین حالت در دچارش نمی‌کنم و این نماز روزش و این مقام نمی‌رسید. زینه‌ها برادران عزیز حقیقتا در مصیبت‌ها توصیه دین ما و شما همین است. الله را در قرآن انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. خداوند میگه به حساب می‌کنه، صبر کن به حساب می‌کنه، اجر ثواب به حساب می‌کنه. راضی شد در قسمت در همین تقدیر راضی شد. من به حساب در اجر را پاداش می‌کنم. برادران عزیز، ما در اینجا نوبت خواندن الله در سوره الرحمن میگه کل من علیها فان و ابقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. شاعران میگن هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود آنکه پاینده و باقی است خدا خواهد بود. برادران میزنه که کل کو همه نابود میشه. قرآن میگن نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین. خدا میگه ما برای هر کدام شما ساعت جدا کردیم وقت جدا کردیم همون وقت و ساعت هم ببینید دنیا را پرود نگوید هیچ کسی نیست الله میگه پیش قدرت ما را گرفته کنید هر کدام ساعت داریم. خدا رحمت بر شیخ سعدی را میگفت ای که بر پشت زمینی همه وقت آن تو نیست دیگر آن در شکم مادر و پشت پدرم و شما جای کامی دیگر را گرفتن میگن آنهایی که در پشت زمینه همه وقت آنی تو نیست اینجا در خوجایلی نکن اینجا گردن بلندی نکن دیگران در شکم مادر و پشت پدرم اونها اونجا یک پرکه دیگه ایستادگی جا را خالی بکنی اونها رو میگن یک قاعده همه برادر عزیز زنده هاست وقتی که ما که الله گفته سیحمت فنا شونده ایم همت باید دنیا را پدرود کنید یک مقصد چی است؟ اما یک پروسا تریواج میگن چی میگن؟ چی داره؟ همه یک خبری هم که بسیار مهمی هستی آگاه که دنیا را پدرود میگن لیکن دنیا را پدرود گفتن حق ولی با ایمان رفتن برادر عزیز با عمل صالح رفتن اینجا مهمتر اینه. حضرت عمر رضی الله عنه میگفت عز الدنیا بالمال و عز الاخره بصالح الاعمال. دنیا در 4 تنگه داشته باشی صدها خیش خبر پیدا میکنی. همه دوستا پیش باد
دیگر رئیس هست این نیست رئیس بابا گفتم میگردم. دنیا میگه به همین پولدار باشی عزت داری، لیکن آخرت عزت فقط به عمل صالح است. عمل صالح خط آدم عزت می‌یابد. زیراز معلوم شد که از آیات‌های قرآن خداوند ولی در سوره نساء هم را یک گوشزد دیگر می‌کند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. اینما تکونوا یدرککم الموت. خدا میگه در کجایی که باشه مرگ میاد، در کجایی که باشه مرگ میاد شما را. حتی بین الله را بین به کجا میگه ولو کنتم فی بروج مشیده. بروج گفته اما باید آشونایی که سر و فلک در دوبای هست که بروج خلیفه میگن 828 متر درازی شده 162 متر 162 ایکر 828 متر بالا بروج خلیفه. خدا میگه در هم در این نیام که باشی مرگ میاد. هر جا ما را مرگ میاد برادر عزیز. مرگ با ما ملاقات کردنیه. زیراز این معرکه برادر ما حاجی اگر تعزیه بیان کردن باشه جای عبرت کنند که خدای مهربان بینه که در کار شدی یا ساعت و دو چی میگیرم میبره تمام میکنم. حدیثی را که برادران من خواستم معنا کنم، این حدیث با چند روایت آمدگی هم از حضرت جابر، هم حضرت علی، هم از جانب حضرت سعد ابن سعد ساعدی. ادرس شمیت که در مستدرک امام حاکم امام احمد میگه میاردش. خلاص جناب طبرانی هم میارد میگه حضرت جبرائیل آمد اتانی جبرائیل فقال یا محمد عیش ما شئت فانک میتون. برادران جبرائیل آمد پیش پیامبر ما 5 وصیت کرد، بسیار سخنهای بلندی گفت. ولی خدا رحمت کنه دانشمندای ما را میگه چی به همینجا نگفتی؟ نگفت ای نبی خدا ای رسول خدا نگفت، فقط گفت یا محمد. چرا میگه همینجا نام شگیری؟ میگه به خاطر آن است که این خاص برای محمد نیست، این برای همه است. همه مشکل دیگه. گفت ای محمد عیش ما شئت فانک میتون. این قدر میگم که تو در پیش خدا بسیار مقام داری، بسیار مرتبه داری، بسیار منزلت داری. حقیقتا تو مقام محمودی داری. حتی این که پیامبرمان آنقدر مقام بلند داشت برادران که وقتی گریه کرد پیش از مرگش برای جانش نه برادر عزیز، برای فرزنداش نه، وقتی برای امتش گریه کرد، از حال امتش گریه کرد، یک زمان پیک رحمان جبرائیل پایان شد. دانست که پیامبر برای چی گریه میکنه. گفت این سنرضیک فی امتک ولا نسوءک. خدا میگه محمد گریه نکن، من فهمیدم تو برای چی گریه داری. زود باشد که من روز قیامت در حق امت راضی میکنم. من در حق امت راضی میکنم، گریه نکن. این مقام و مرتبه محمد برادر عزیز و گرامی. گفت ای محمد گفت این قدر بدان که با این مقام و منزلت پایان عمرت مرگ. ولی قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انک میتون و انهم میتون. ای محمد تو حتما دنیا را پدرود میگویی، اصحاب نازنین هم دنیا را پدرود میگویی. یعنی این مردم اشاره است بدانید که پایان عمرتان مرگ است. پیامبرمان برادران عزیز در این بین جنگی از سوال داد. سوالش چی بود؟ گفت که از همه زیرکترین تان کیه؟ ولی بینیم برادران عزیز همین اگر ما در بین قوم سوال دادیم هیچ وقت جواب نمیدن که زمانی
شیرین حضرت شدیم این که جواب گرفتن میتونید او از همه در زیرکترین تا کیست؟ گفتن الله و رسولش بداند او آن کسی که مرگ زیاد یاد بگیرد کسی مرگ زیاد یاد کنه برادر عزیز ولی دیدیم که یکان آدم بی‌رحمی بی‌شفقت باشد کارهای بی‌نهایت بی‌معنی کند ظلم کند بعد بگیم این مردنی نیست این فکر مردن شما نمی‌کنه باشد یعنی برادرای عزیز و گرامی اشاره کرد محمد تو دنیا را پدرود می‌کنی یعنی پایان عمر مرگ حضرت حسن بصری هم برادران گفت دانستم که پایان عمر و مرگ است پس برای روزهای مرگ تیاری می‌دم دانستم درک کردم اگر آدم درک نه برادران ولی عزیزای خدا چی میگن حضرت دقاق سخن شد میگه کسی اگر مرگ اگر با ما حقیقتی که دارد یاد کنه در اون میگه نعمت‌های پیدا میشد مثل نعمت توبه اگر کسی در یاد مرگ باشد بنده توبه کننده میشد دائم مقصد ای زبانش توبه کردن دور نمیگیرد کسی اگر به شرطی بگد همین با یاد مرگ باشد نشاطی در عبادت پیدا میشد کار میکند که یکون عبادت ترک نشود کار دنیا ترکیدن گیرد لیکن یاد خدا و ذکر خداش ترک نشود میگه همین را یاد مرگ آدم به حالت میارد میگه کسی در یاد مرگ باشد همیشه در یاد خدا میشه کسی در یاد مرگ است میگه برادر عزیز میگه در دل او بغض و کینه و حسد جمع میشه این یاد مرگ است یا فایده کلام دارد در دوام حدیث چی گفت وحبی من احببت فإنک مفارقه پیامبر تو بسیار دوستان خوب داری دوستان پیامبر زیاد دوستان خوب دارد دوستان تا دوست دارد که من از این دوستان هم شما داریم حقیقتا دوستان پیامبر اگر امروز نام دوست هست خیر الله و ماهی دیگر تو چه اندازه یا دوستی شاعر حدیث میگن مقصد از این سخن جبرئیل این بود که دوست چیزی را بگیر که هم برای دنیا هم برای آخرت فایده باشد دیگر این عمل صالح بود عمل صالح را دوست دارد که هم در دنیا برای تو عزت میدهد هم راحت خانه خواهد سیم گفت که و عمل ناشید فإنک مجزی بی محمد پایبند عملها باش عملها را زیاد بگی در عوض عمل پاداش میگیری چهار یا محمد شرف المؤمن قیام اللیل و عزه استغنا عن الناس این چیزی دیگر گفته محمد شرف مؤمن در شب زنده‌داریه برادران عزیز و گرامی من از شما خواهش میکنم قیام لیل نماز تهجد حرکت کنید نماز تهجد خانه هر کسی نماز تهجد میخواند پیامبرمون چی گفت گویا ایها الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام ادخلوا الجنة بسلام برادر تدید السلام علیکم و رحمت الله بگو خدا که الله در ابتدای سخنش گفت باید دیگر محبت میگه داشته باشید ولی اخی مناخی در رحم بگیریم بگیم گوش تدید سلام کنده او طرف جرید پیامبر میگه یک نشانه آدمی که جنت بیان نمیاد برادر شدید در شدید که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوم مالداری تعامل کرد سه صله رحم رعایت کن چهار نماز شب بخوان با پیشواز ملائکه هایی که السلام علیکم گفتند و جنت دعوت میکنند داخل جنت میشه شرف مؤمن گفتم نماز تهجد پنج و عید رو استغنا عن الناس پیش هیچ کس در
خدا آدمی محتاج و متهم نگیرد. هیچ وقت گردن در پیش کسی خم نکند. نه بسیار بیچاره شیرم اگر دست منک نمیبرد. هیچ وقت در پیش یگان آدم مثلا بیچارگی خود ناداری خود حتی پیغمبر میگه یک مسواک چوب داشته باشی تا علاقه مال داری تو چیز داری پیش هیچ کسی مقصد خداتون خم نکنید. این گفت عزتی شما هست. خدای مهربان نگهبان باشد. الله مهربان سفرهاتون و کارهاتون و به هر یک مشغولیت های نیکی که در همینجا داشته باشین خدمتتون کنم. الله مهربان در پرده رحمت اسمتش نگهبانتون باشه. خدای مهربان کاراتون را برای کشایش دهد و الله مهربان فرزندکاتون توفیق دهد و الله مهربان دعا میکنیم که آن چیزی رو که گفتیم توفیق عمل کردن شد همه ما و شما نصیب بگرداند. قدماتون را خدای مهربان حسنات نویسد و خدای مهربان این خیرها و این احسانها را به درگاهش مقبول می‌گرداند. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدا جزای خیر بکنید استاد. برادران عزیز مهربان مجددا همه شما را من انسان‌ها برادرانی که نو تشریف آوردند از جانب اکای وکلا خیر مقدم میگویم، خوش آمدید میگویم. در دوام آیت‌هایی که حضرت دانا ذکر کردند یک آیت قرآن به یاد می‌رسد. خداوند در سوره بقره می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. خداوند برای ما و شما میگوید چگونه شما به نعمتهای من ناشکری میکنید، در حالی که شما نابود بودید، شما ناحیات بودید، من شما را حیات دادم، من شما را زندگانی دادم و باز شما را می‌آورم و باز بازگشت شما به سوی من است. همین حال برادران عزیز از جانب ما شما دائما در ذکر موت باشیم، در ذکر الله باشیم. مهمانان عزتمند، الحمدلله امروز در این محفل امروزه ما تاجیکان بسیار هم خلق خوشبخت هستیم. در محفل امروزه ما زیاده از 15 تا حافظان قرآن، حافظان کل قرآن که آنها خود مدرس شده هستند در اینجا حضور دارند. خوشا به حال این برادران عزیز ما، خوشا به حال این حافظان قرآن. انشاءالله امروز برای روحی این دو تا نوشهید را شاد کردن، حاضر اولین تلاوت قرآن را و برادر عزیزمان یک قاری مرتب هستند، قاری دلشاد، یکی از قاری‌های اولین یک قاری هستند. انشاءالله این کس تلاوت را آغاز میکند. در اینجا برادرهای الحمدلله 15 نفر حافظان کل قرآن داریم. این برای ما و شما فخر است. انشاءالله با نوبت گوش بکنیم که تلاوت قرآن خیلی حضرت دامنا گفتن گوش کردنش واجب است برادران. خدا گناهان نکنه. انشاءالله استراحت کنیم. چون این قرآن خواندن، قرآن گوش کردن این خودش لذت است. این خودش یک کیفیت است برادران عزیز. و همین خاطر انشاءالله خدا به همه شما صبر جمیل بده. خدا کنه که ما با خدا قرآن گوش کنید از شما و در حق صاحبان و دعا کنید و بعد انشاءالله بعد تلاوت پایان نماز میکنید و بعد نماز انشاءالله جماعت باز محفل ادامه دارد و در قسمی سوال و جواب انشاءالله میکنید. خدا نگهبان باشه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. لا
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعذب النافقين والنافقات والمشركين والمشركات والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عليك الكتاب للناس
فمن بنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم. على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. پروردگار ثواب ختم‌های قرآن عظیم الشأن رو که قاریای محترم ما الان در این محفل خیر انجام دادند، ثواب امر بالمعروف و نهی از منکر که الحمدلله این مجلس خالی از آن نبود، ثواب این نان و طعام‌ها را که بابای حاجی حکمت‌الله به خاطر خشنودی و رضای تو آماده کرده است، ثواب این نشستن‌ها و گوش دادن‌ها را اولا به درگاه بی‌نیاز قبول کنید، بعدا برسون به ارواح جمیع پیامبران است، خاصتا به روح پیامبر بشیر و نذیر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، پیامبری که حیات و ممات برای ما آموزان است، پیامبری که از تمام گوشه‌های خطرین زندگی و مرگ ما را آگاه ساخته است، از حلال و حرام آگاه ساخته است. پروردگار روح آن حضرت و عظمت‌های آخر زمان شاد و مسرور و خوشنود و راضی گردان. پروردگار و غیرت بوده که به قدر این پیامبر محبوب برسید، به قدر این نعمت بزرگیده برسید. چند بار بیشترست احمد در جهان تا که یارگوی گشتن امتان، گر نبودی کوشش احمد تو هم میپرستیدی چه اجدادت صنم. خدایا به قدر این پیامبر برسونم که واقعا ما را صنم پرست کرد، از صنم پرستی نجات داد و روح اون حضرت صلی الله علیه و سلم از امتی که چنین خواریای برکمال آماده میکنند. الحمدلله رب العالمین نوبت به همه خواریو نرسید، از خواریایی که نوبتشو نرسید ما محترمانه التماس میکنیم که اگه معذور ما داره که واقعا وقت تنگ است، مردم نماز پیشین هنوز ادا نکردند، فریضه خلوت در ذمه ما است. پروردگار سر شمارش را زیاد بگردان. خداوند باری پروازشون هرگز از فضای اسلام و قرآن منقطع نگردان. خداوند خیرات آمده که در هر خداداد لااقل یک خواهی بچه آماده کنید تا سبب عزت و آبروی دنیا و آخرتتون بگردد. بعدا برسان بر روح جمیع مؤمنین و مؤمنات
مسلمین و مسلمات و ارواح گذشته‌های بابای حاجی، خاصتا برای فرزند مرحوم باشه، جیان مرحوم باشه، خدای رحمت و مغفرت کن روحاشون. پروردگار حبیب محمد صلی الله علیه و سلم بشارت داده است: ان الله عز وجل لا يدخل على اهل القبور من دعای اهل الارض امثال الجبال. خداوند متعال به قبر مسلمانایی که از دنیا گذشته‌اند از زنده ها به هر مقداری که دعا باشد، خیر باشد، عمل خیر باشد وارد می‌سازند، اگرچه به برابر کار که باشد. خداوند خیرات احسانات برای شاکر هستند، روحشان شاد و مسرور گردان، در محبوبه جنت مستقرشان گردان، و والدین و خویش اقربا در این مصیبت صبر جمیل را ارزانی داد. پروردگار و ما زنده ها حیات زیبای اسلامی، مرگ اسلامی و فرد روز قیامت محشور گشته را همراه مؤمنان محبان محمد صلی الله علیه و سلم نصیب و روزی گردان. خداوند محفل و مبارک گردان و دستاندرکارای محفل و خدمتگارای محفل تشکر اظهار می‌کنیم. پروردگار فرد روز قیامت همراه خادمین مسجد، خادمین مسلمانان محشور ساز. آمین یا رب العالمین. آمین. الله اکبر. قرآنش نمیگردد جدا تا قیامی معنی نکته را قرآن بخوان. نقش قرآن تا در این عالم نشست، نقشه های کاهن و پاپا شکست. گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیست چیز دیگر، این کتاب نیست چیز دیگر. چون بجا در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. گر همه خواهی مسلمان زیستن، گر همه خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن. بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن، بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن. این کلامی الهی باشد صدای قرآن، این کلامی الهی باشد صدای قرآن، باشد صدای قرآن. درس دین است، شیرین و دلنشین است، درس دین است، شیرین و دلنشین است. آیینی ما همین است برنامه‌های قرآن. ما در دین اسلام هم صاحب
خدا کند که ریزایم فقط ریزای تو باشد، هوای نفس نباشد، هوای تو باشد. سرشتی آدمی چون هست از خاک، رجوعش باز شد در خاک نمناک. امیران و ملوک و پادشاهان، قبا پوشان و هر یک کج کلاهان، هم سر در نقاب خواب کردن، لباسی زیندگانی چاک کردن. گذشت دنیا ز دستی پادشاهان، بهورستان برابر با گدایان. نمیماند ملک اینجا نه انسان، نه بلبل ماند و نه باغ بستان. واقعا همه پر حسرت و نادیم بخاکم، همه پر حسرت و نادیم بخاکم. جوانان و عروسان سینه چاکم. گذشت دنیا ز دستی پادشاهان، برابر بهورستان برابر با گدایان. راه اسکندری عاشق همین است، اجل داریم برا اندر کمین است. سراسر جمله عالم پر ز عشق است، ولی عشق حقیقی با خدا. سراسر جمله عالم پر یتیم است، یتیم در عرب چون مصطفی. سراسر جمله عالم پر ز حسن است، ولی حسنی چه یوسف در کجا؟ بسری قدری گرفتم و گفتم که چنانی، ای بسا معصیت آلود از این نافرمانی. شرم باد از خدا تا که از این نادانی. گفته بودی که وقتی رسم توبه کنم، چی کنی گر با جوانی به اجل درمانی. بسری قبریت رفتم و گفتم چونی، گفت احوال چی پرسی خود بیایی دانی. گفت احوال چی پرسی خود بیایی دانی. هم نشینانی تو در زیر لحد
دشمنان تو در ذیل حق خاک شدن چشم عبرت بگشا خواجه اگر انسانی جامی عاطفیدم باش عزیزان رفتن جامی عاطفیدم باش عزیزان رفتن ترک دنیا بکن آخر که تو هم مهمانی اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله اللهم صل وسلم وبارك عليه ماشاءالله. آمین. کردگارا به حق نور نبی و جمال محمد عربی و نماز و نیاز لیل و نهار و درود صحابگان کبار احد سامع المناجات صمد و کافی المهمات هیچ پوشیده از تو پنهان نیست عالم و سر و خفیات زیرا مولا نمیتواند گفت خالق الارض و السماوات شکر حمدی که چون توانم کرد حافظ فی جمیع حالات هر دعایی که میکنم این بندگان دست به دعا برداشتند دعای ما انشاءالله در این مجلس باشکوه است که پروردگار این محفل خیر اولا ما مبارک کنه بعدا بلا استثناء عمل بابای حاجی پروردگار خیر احسانات چه بنابرای بی‌نیاز قبول کنه گفتن کاری هر روز نیست که من گفتم گاوی نر به رویت مردی کنم هر کسی غیرت حکمت ندارد پروردگار روح فرزند شد روح جیان شد ارواح گذشته ها شد رحمت و مغفرت کنه پروردگار براش صبر جمیل عنایت کنه خداوند این محفل خیر و نور محفل قاریای قرآن مبارک آمین. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم تأکید میکند مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرج ريحها طيب وطعمها طيب مثل مؤمنی که قرآن میخواند مثل اتروجه را میماند مثل یک میوه سیتروسی را میماند مثل اپریسین هم بوی خوش دارد هم طعم خوش دارد انشاءالله مجلس ما امروز بسیار رنگارنگ بود مجلس ما بسیار خوشبوی بود با خدا قسم اگر چشم بصیرت می‌داشتیم شاید می‌دیدیم که میلیون‌ها ملائکه اطراف این محفل خیر احاطه کرده‌اند و البته نزد پروردگار می‌روند حسابات می‌دهند و خدای بزرگ سؤالشون می‌کند که این بندگان مرا در چه حالت دریافته میگن در قصر ملائکه یک عده از بندگان در محفل خیر بابای حاجی شرکت می‌کردند یاد تو می‌کردند ذکر تو می‌کردند کلام بزرگی که نوبت تلاوت می‌کردند و دیگران گوش می‌دادند و حضرت خداوندی میگه ای ملائکه ها من شما را گواه می‌کنم که گناه یکم را بخشیدم اشهدکم انی قد غفرت لهم شخص از ملائکه از بین ملائکه بلند می‌شود میگه پروردگارا فیهم فلان لیس منهم وقتی در بین یک نفر شیشتر که او به خاطر تا آخری عاشقی آمده بود قصد نیتش جوش کردن نبود اما دیگه وقتی که کافیت هم اومد در همون منزل شیشتر آیا گناه ما را ببخشید حضرت خداوندی میگفته است هم الجلسا لا یشفیهم جلیسهم علمای امت یعنی محمد صلی الله علیه و سلم قاریای این امت همنشینای خوب و صالح هستند که هرگز نمی‌گذارند که همنشیناشان در شقاوت در بدبختی بمانند پروردگار عاقبت امور را به خیر انجام ده دعای ما عاجزایی است که ارواح گذشته‌ها را رحمت و مغفرت کنند و به امور شفای کامل عاجل هدایت کنند پروردگار بیزن و صاحب زن صالحه به فرزندان صاحب فرزندان خوب صالح صالحه
میلیون ده‌ها هزار شهروندان جمهوری ما را مردم ما را جا کرده است مهمان‌نوازی می‌کنند همیشه آبادان می‌گردند خداوند جوانمردان ما را غیرت و همت و سربلندیشون را بازم بالاتر و زیادتر آمین. پروردگار غیرت مانده که همیشه سعی تلاش کردیم برای سر خود فرزندان مؤمن مسلمان نبیه‌های مؤمن مسلمان موفق‌گذاریم تا بعد وفات و بعد فراموشی ناموس گرفته نشود. پروردگار امید رحمت شفقتی داریم عاقبت خود را به خیر انجام ده. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. دعایی که میکنند این بندگان نصر دعا نوشته فاستجیب یا مجیب دعواتی آمین یا رب العالمین. پنج میلیون اشاره. الحمدلله 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 رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم مهمان العزيز ومهمان السلام عليكم عالم وطن اصلی وطن پاکستان آمادگی خدا الله و قاره پدر اسم من عبدالغنی است پدر دوش عبدالکریم بابا من دوش مولا عبدالرشید در پاکستان میگفتند که مولا خزا در قرآن تا 2 سال تا 3 سال خاطر امام شده گرفت ما 72 سال کشته آمدیم ترکستان و من از 30 سال شد از بابام درس کردیم از بخارا از تشکیل از منطقه درس کردیم 30 سال شد که همین خاطر امام کار کرده استیم مهمانان عزیز خوش آمدید خدمتگر söz var kelgeçli konak uyaları gölgenindeki konaktın üyesi uyalık değil fazlacıki bilen mehman kavamaları ayıp ettiler. Bazı amaları mehman sahibi khana ayıptaki joyidan işler kardimi. Oş duruşun bir şöyle duruşun bir nasip ettiler. Muhammed Ruhsat Kırkları'nın bir sahibi dasturban tutarki Allah şuma yaptılar deyince o hakkı beşi. Bana hani kariban ruhlar damlalar kabul Muhammed'in Hazır Halaka Sure-i Nabara Khan'dan ben giriya kardam. Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'e siyum parama diyor ki Sure-i Nabara Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnna nazarnakum azaban qariban yawma yanzurul mer'u ma qaddamat yadahu ve yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا روز قیامتی که شد روزی که سوال شد در پیش الله سبحانه و تعالی کافران میگویند که یا الله من چرا خاک نشدم من چرا زمین نشدم مسلمان در کتاب والله اعلم اگر من خطا نکنم در کتاب میگوید که روز قیامتی که بود فرصت اول از نماز بود روزی که قیامت باشد اول از نماز بود پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه قال النبی صلی الله علیه و سلم افضل العبادة اقرأ قرآن عبادت افضل و خواندن قرآن است فقط در مادرها بود یا در خواندن است که این بسیار بکنم که در نماز پنج نماز
پیامبر نیکوت به من که صلوات گفت 10 برابر درجهش بلند می شود. در این زمان و قیامت درجه شیخ یک از کپیتان می شود، یک از قوی شدنی است، یک از قاضی رفتنی است، یک از قاضی مرتب شدنی است. پیامبر صلوات انشاءالله چیزی دارید الله میگه در این زمان با قیامت انشاءالله درجه 10 برابر زیاد میشود. چند تای صلوات گفتیم، چند تای قرآن گفتیم، گردن خاموش شود. محترم شاگردان و یقول کافر یا لیتنی کنت ترابا. کافرها گفتند که من زمین نشدم. قیامت قایم شد، خوب زنده می شود، خوب خاک می شود، قربانی می کنیم، گوسفند و گاو خاک می شود. بعدی دعا آدم جواب می گیرد، بنده جواب می گیرد. برای جواب دادن اول ایمان، بعد ایمان فرض نماز است. الله همه نماز و دعای قبول کنه. این صاحب دسترخانه الله درجهش زیاد کنه. مرحوم شدگی بنده الله رحمتی خدا کنه. مهمانان عزیز خوش آمدید. باز یک حدیث هست که پیامبر خاتم میگه که ایتون دعوتی اذا دعیتم. یکان آدمی که شما را بیان کرد دسترخوان بیایید، برای شما سنت است. اگر فریاد کنه رخصت بگیرید. این آدم شما را در دسترخوان فریاد کرد، شما یک سنت ادا کردید. الله سبحانه باشد. باز یک حدیث هستی عالم شوید، عالم نشدی، شاگرد شوید، شاگرد نشدی، گوش کنید. گرد علم عالمه، وعظ عالمه. اگر گوش کردنی و گوشت کرد، محبت برای الله، برای قرآن، برای سنت، برای عالم. اگر تو عالم نشدی، قارئ نشدی، تو شاگرد نشدی و اسلام تو گوش نکردی، قرآن صلوات امر معروف، تو محبت نکردی با علم و قرآن، تو مردی. الله کی که عالم است، کی که شاگرد است، کی که گوش کرده است، کی محبت نکرده شده است، الله عمری دراز دهد، یک قبول شود، مراد حاصل شود. الله کشفlerinize, ömürlerinize, taalimatlarınıza, Allah'a olan, Peygamber sallallahu olan, ya da alimlerden olan muhabbetlerinize Allah bereket versin. Allahümme a'izzel İslam. Allahümme ya muhalifet kulubu ve alamini. Allahümme ali beyne kulubil müminine fi meşarikil abdi fi mağaribiha. Ya Rabbi, ki kasip doğaras, در کشف شرافتی کی که قرآن خواند و قرآنش برکتیه، کی که صدقه کرده است صدقش و برکتیه. یا الله صدقه رسول الله شود، صدقه ابراهیم علیه السلام شدن الله نصیب کنه. کی که کسل است کسب الله شفا دهد، کی که برسم الله و پیران قوت و علم و عمل دهد و فرزند ایمان الله علم صالح دهد و دختران ایمان علم صالحه و صالحه الله تعالی منزل و منزل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رب اجعلني مقيم الصلاه من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الساعه. يا ربي qiyomat paytida shunday bir jannatning bog'larida, shunday bir katta dasturxonda, shunday olimlar bilan, shunday qorilar bilan, shunday musulmon xalq bilan birga bo'lganini nasib et. Assalomu alaykum.
فلينظر أحدكم مما يدخل. از هر مسلمان حالا که دوستی را انتخاب میکنند حتما باید ببیند که موقعی اطاعتی بنای دوستیش را برقرار سازد. الحمدلله رب العالمین شخصایی که در این محفل شرکت دارند همه دوستی صحبت از خدا و پیامبر هستند، همه دوستای خدایان بودند، همه به خاطر خدا جمع بودند. خداوند محفل را مبارک بگرداند و انشاءالله یک چند سوال شده است و همون سوال پاسخ میدهیم. سوال اول از مناپولیا، یعنی حکم مناپولیا در اسلام چی است؟ مناپولیا وقتی که یک شخص یک بیزنس را از خود میکند و کسی دیگر را نمیگذارد که در آن بیزنس کوشد. از نظر اسلام این کار ناجایز است، درست نیست. وقتی که دیگران را منع میکنی از فعالیت از اون بیزنسی فقط خود میکنی. شریعت محل رخصت نمیدهد مگر در حالتهای نادر، در صورتهای انفرادی. مثلا یک فیرمای معروف و مشهور است، به خاطر آنکه پرده کنه شود، به خاطر آنکه آبروی آن فیرما نرفته در زمین، با یک شخص با یک فیرما شرطنامه می‌بندد که نماینده ما در تمام کشور بوده است. هر یادی که بفرسته توسط این مقصد اما نمی‌گذرد. همه حالت در رخصت است. زیرا که این فیلم هم خوف دارد که مبادا خدای نکرده با پدر کنه شود. توفیق ترکی را وقتی که در خیمه ایران زکست میگیرند پرتوریستی رو ترکی را بیشتر دارد در بازار میفروشند و از بس که سیستمش خسته است ترکی آبروش کم میشود، دیگر خریدارش کم میشود. اگر مثلا اون فیلم ترکی با یکم فیلم مثلا تاجیکی یا با یکم شخص کنکریت اگر شرطنامه ببندد که هر نوع که من میفرستم به همین کشور با واسطه که میشود هر کسی میخواهد که مال یک فیلم اینو را بگیرد باید با واسطه بگیرد، همین رخصت است. اما اجازت نیست برای هم بودن که همین رخصت شرطنامه را بگیرد مال قیمت گیرد. دهانش چند تایی اومد گفته بود از بس که دیگر مورد نداره مولا بودو بارد. همین قصدی که خوری حرام است نکنه که وقتی که رقابت در بزرگ نمون اما محصولات قیمت میکنن از حد قیمت رو میفرمونن در شریعت درست نیست. خب یک برادر یک سوال کرده است که من یک کس بار دادم خودکشی دادم میگم و اگر که یک مبلغ مبلغ میگرداند الان 2 سال شده است تا حال مبلغ من را نگردانده. من الان را چقدر حساب کنم بگیرم و همون کورسی 2 سال پیشینه یا با کورسی حاضره. شیخ محمد غواص خلعجی در موسوعه فقهی فتوا داده است، میگه اصلا ثمن طبیعی پول حقیقی در اسلام طلا و نقره است. همه این پولای بانکنوت‌های کاغذی که هستند اینا ضرورت از پس دارن که خراب دارن نباشه که هیچ اعتبار ندارن یک کاغذ پولی است. به همین خاطر میگه که کسی اگر تجارت کرد یا کسی به کسی قرض داد حتما باید با کورس طلا حساب کنه. اگه این روزها از بس که طلا و قدم مروج نیست شاید همین زرگرها با طلا معامله میکردن باشند. امروز نگاه میکنن از بین همین والنتها کسیش که استابیلی است تعمیراتی روی است با هم باید حساب کنن. امروز میکنن در روسیه مرکزی در روسیه از همه والنتای استابیلی همین دلار 100% حق دارد که با دلار حساب کنن باشد. فقط در یک صورت هم پول اصلی شخص برمیگرداند اگر باشد که مبلغ در دستش امانت باشد. اینا مثلا یک صحبت در دست که همین تنگه خلاقی را امانت که در امانت را کمی نمود 2 سال اگر طلب کرد همون میتونیدم تنگش برمیگردانیش اگر چند شاید افزونش 2-3 برابر کمتر هم شده باشد. اما در همین حالت هم فقها میگن که اگر شخصی از خیال بترسد باید از صاحب امانت از هم بزنه و بگه که برادر همین خیلی یعنی کمش نیست امانت که در دست من است. اگر اجازه بدی که مقصد که در همین مبلغ دلار بگیرم یا یک چیز قیمتی رو بخرم بگیرم. اما اگر نگفته همون پولش رو برگردان حق دارد. در تمام دیگر صورتها
خواه تجارت باشد خواه قرض باشد با کورس حساب کردن برای که در جای مردمی مدعای خریدنامه رو ترسیم نکنید. یک برادر در تاجیکستان کیسه کرد او یک همسایه اومد از من پول قرض کرد ماشین خرید یا ماشین ژیگولی خرید 2000 روبل دارای سریعی می‌دهد. سالها گذشت گریه هم شکایت اومد. آورده سمت خرید داده سمت سری من قرض پیامد من را می‌بینم که با پول آوردگی این یک خرید قربان نمیشه. چند موقع خرید میشه. به تلفن میگم پیشکار شروع داره پیشکار کرد. مدام باید به انصاف نشه. اما مرد هم حقش میشه. درست؟ اولش که خیانت نکنه قرض در مهلت بسازه. اگر ما با سویه نتونسته سویه کورس سخت خودش حقیقتی موفقی کورس طلب نمیکنه. در موضوعی فکری آمده است. خوب سوال سریم است. مسئله از آن دویم در نماز جمعه که آیا سنت است یا مستحب است. اصلا در نماز جمعه برادران عزیز اذان اصلی اما اذان سنتی که در عهد پیامبر صلی الله علیه و سلم داده میشه اذان دوم بود. یعنی اذانی که بعضی رو برای خطیب ایستاده و اذان میگه اذان اصلی همین اذان است. اذان یکی که میگه قبل از سنت را خواندن از عهد حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مشهور شد. از بس که شهر مدینه منوره کلام کردند مسجد نبوی را از نو سازی کردند او زمان میکروفون را که صدا همه بشنود برای حضرت عثمان امر کرد که اذان یکم در نزد بازار مدینه منوره بکنند تا اینکه مردم آگاه شوند تجارتها را قطع کنند و نماز شکار کنند. اما نماز اذان دوم اما اذان سنتی است اذان اصلی است. حکم اذان دوم برادران به یعنی شک و شبهه سنت است. سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. اینجا برادر نوشته است کلمه جان چی معنی دارد؟ میگن شیطان است. همه هر یک زمان خاصیت‌های خویش را برادرای عزیز اندک همیشه کلمه دارد. پیش از اینکه یک گپ بگویم کلمه جان در زبان فارسی به معنای همون روح میآید به معنای روان میآید. بعد این کلمه اسم تصغیر را استفاده میکنند. کلمه نوازش است. وقتی مثلا میگن که محمد جان ابراهیم جان این نوازش است. در زبان عربی صیغه مخصوصی هست اسم تصغیر. اونم فضیل شعیب اینا همش اسم تصغیر است. اگر همون را ترجمه کنیم همین فوزی جان بشود و شعیب جان بشود این جان فارسی جان عربی نیست. در زبان عربی هم اون جین همین جان شماره جمع جین است در صورتی که الف کشیده شود او هیچ مد لازم است. جان دو کلمه حکمی همون الف این مد است مد لازم است. بعد حرف مد سبب مد سکون اومده است. او جان خوری نیست جان. بعد خاصی زبان عربی است و هیچ وقت جان تاجیکی را نمیفهمند. در فیزیک مدرن یا مکتب میانه قانون گیورگ اوم بعد اوم در بعض زبان معنی درست دارد دیگر نوع بیچاره نمیشه نکنند. در زبان نویسی دیگر معنا دارد در زبان ترکی دیگر معنا دارد. برای بسیار خواهش میکنم و برای سوداگری نکنید. جان تاجیکی درست است یک رو اشتباه دارد. نباشد باید یک برادر اینجا طلب دعا کرده است فرزند 6 ماه در بیمارستان بوده است. پروردگار را به این فرزند گلچشم و تمام فرزندها و برادرها و پدر و مادرهای مسلمان ما که بیمار هستند شفای کامل عاجل آمین. خدایا تو قادر هستی، تو شافی هستی، تو کافی هستی. امید به رحمت شفقت تو داریم. مسلمانان را هرگز محروم نگذار. پروردگار فرزندهای نور چشم اونایی که حیات هستند
فرستاد رحمت و مغفرتشون کنه در روحای جنت مستقرشون کنه. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأغوانا وهو سيدنا ومولانا. اللهم ارحم صاحب هذا الطعام والواكلين كلهم أجمعين. اللهم اوصلنا إلى جميع مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل الكفار والمنافقين. اللهم أعزنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا رب. شما برادران عزیز مهربان، از همه شما من به خاطر اعمال می‌پرسم. اونجا یک حافظ کاران آمده است. اونجا از ما دیگر برادران التماس کردن و به خاطر اعمال نمی‌کنه. رئیس التماس کردن که از دعا کنم در دعا می‌کنه. از صاحبان کاران التماس کردن که چیزی که در پیش است شما همه شکلی. همه شکلی. سلام علیکم. ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين
السبيل ولا تبذر تبذيرا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن وحسن مقاصد الدنيا والآخرة بالقرآن واقض حاجاتنا من حاجات الدنيا والآخرة بالقرآن العظيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا السبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پروردگارا آیات بزرگی کلام آمدن وای نیاز قبول کن. درست بر روح مرحوم پرویز جان خدای روحش مغفرت کن. پروردگارا و حاجی رئیس اکثر جمعی را ارزانی داد. خداوند خیلی فرزندای دیگر شبهاش نصیب روزی گردان، محفلش مبارک گردان، خدوم مهموناش پروردگارا مبارک بساد برای محفل خیر و در این منزل زیبا که الحمدلله صاحبش هم یک حاجی توجیه دست فیض برکات پیوسته نازل می‌کنه.